اگر اجازه بدید برنامه رو شروع کنیم. اگر لطف بفرمایید بشینید. اگر محبت کنید بشینید دوستان، ما خیلی سپاسگزار میشیم که برنامه رو شروع کنیم. با عرض ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز خوش آمد میگم به شما. خوش آمد میگم به دوستانی که از شهرهای اطراف اومدن، به ویژه دوستانی که از شهرهای خیلی خیلی دور اومدن، من جمله خانم گلرو، خانم همتی، آقای نیکفر، خوش آمدید. دوستان، ما جمعی از جمهوری خواهان سکولار دموکرات شهر فرانکفورت هستیم که دور هم جمع شدیم تا مباحث گفتمانی رو پیرامون جمهوری، سکولاریسم و دموکراسی هرچه بیشتر تعمیق و گسترش بدیم. شرایط کشور ما در حال حاضر به گونه‌ای هست که در کنار همه تحرکات مبارزاتی و سیاسی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، نیاز به اندیشه ورزی و گفتمان در مباحث نظری و سیاسی حس میشه. نیاز به ایجاد یک فضای سالم و دموکراتیک برای دیالوگ، با همدیگه بودن، پذیرش همدیگه با محوریت احترام به نظرات گوناگون حس میشه. بدین خاطر ما در تلاش هستیم که همگرایی و همبستگی بین کسانی که غم آزادی و دموکراسی در ایران را دارند فراهم بیاریم. در این راستا ما در نظر داریم که از اندیشمندان، فعالین سیاسی و پژوهشگران در زمینه‌های مختلف و بالاخص در زمینه جمهوری، سکولاریسم و دموکراسی دعوت فرمود بیاریم تا بیان با ما به بحث و گفتگو بنشینند، به سوالهای ما جواب بدن. ما بر این عقیده هستیم که از اندیشه‌های گوناگون و متفاوت هم باید دعوت فرمود بیاریم تا آنها هم بیان به جمع ما بپیوندند، به سوالهای ما جواب بدن، با ما گفتمان بکنند. از همینجا من دست یاری و همکاری به طرف شما دراز می‌کنم که بیایید در این جلسات، در این نشست‌ها شرکت کنید، در این گفتمان‌ها شرکت فعال بکنید. شرکت فعال شما و همکاری شما باعث غنی‌تر شدن و پربارتر شدن این مباحث میشه. تاکید مجدد می‌کنم دوستان، کار ما صرفاً حول گفتمانسازی و راه‌اندازی مباحث پیرامون جمهوری، سکولاریسم و دموکراسی می‌چرخه. ما در شهر فرانکفورت خودمون رو پشتیبان همه اکسیون‌ها و همه حرکت‌هایی که در خدمت جنبش زن زندگی آزادی است می‌بینیم. ما در شروع کار هستیم و این اولین نشست و گفتمان هست. ما از جای حمایت مالی نمیشیم. در صورت امکان از حمایت مالی شما سپاسگزار خواهیم شد. در این رابطه یه سری صندوق‌های کمک مالی در سالن هست، اگر دوست داشتید میتونید کمک مالی بدید. ما تلاش میکنیم حداقل ماهی یک بار این نشست‌ها و این گفتمان‌ها در شهر فرانکفورت انجام بدید. لطفاً همین الان در تقویم‌های خودتون روز 3 دسامبر رو یادداشت کنید. جلسه بعدی و نشست بعدی است که در اوکو هاوس در فرانکفورت انجام می‌گیرد. عنوان گفتمان هم هست نقش بلوک‌های سیاسی در تعمیق جنبش در ایران. از همه شما عزیزان اجازه می‌خوام قبل از شروع برنامه 1 دقیقه به یاد تمامی عزیزانی که چه قبل از جنبش مهسا و چه پس از جنبش مهسا جان باخته‌اند و به یاد عزیزانی که همکنون در زندان‌های مخوف حکومت اسلامی به سر می‌برند، همگی با هم به یاد این عزیزان 1 دقیقه ایستاده سکوت کنید.
سپاسگزارم از شما. بفرمایید. اجازه بدید برنامه خودمون امروز با کار هنری هنرمندای عزیز کشورمون آرتمیس و حماد شده. خواهش میکنم از هنرمندان که همه بیان روی سن و کارشون رو شروع کنن و بعد از همینجا هم از خانم همتی خواهش میکنم که بعد از کار هنری این دوستان روی سن بیان و مدیریت جلسه رو به عهده بگیرن. از همگی شما سپاسگزارم. مرسی. شعر سهراب سپهری
و موزیک از کارهای اورجینال من هست. شب سردیست و من افسرده، راه دوریست و پایی خسته، تیرگی هست و چراغی مرده، میکنم تنها از جاده عبور، دور ماندن ز من آدم ها، سایه‌ای از سر دیوار گذشت و می‌افزود مرا برم ها. نیست رنگی که بگوید با من اندکی سبز نزدیک است، مردم این باد در حال است پای شب چقدر تاریک است، فکر تاریکی ویرانی بیخبر آمد تا به دل من مثل حساس کنم پنهانی، مثل حساس کنم پنهانی. میکنم تنها از جاده عبور، دور ماندن ز من آدم ها، سایه‌ای از سر دیوار گذشت و می‌افزود مرا برم ها. فکر تاریکی و این ویرانی بیخبر آمده تا به دل من، قصه ها ساز کنم پنهانی. نیست رنگی که بگوید با من اندکی سبز نزدیک است، در این باد بر آدم است با این شب چقدر تاریک است، فکر تاریکی و این
دوستان عزیز سلام عرض میکنم. من هم به نوبه خودم خوش آمد گویی بیام به یکایک شما عزیزانی که در سالن حضور دارید. صدا الان کمه؟ الان خوبه؟ بهتر شد؟ پشتی یا صدا میشنوم؟ اینجوری بهتره؟ بس با این صحبت میکنم. خب منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان حاضر در سالن و خوش آمدگویی میگم. خوشحالم که در جمع شما هستم و ممنونم از دوستان عزیزی که این برنامه رو ترتیب دادن و ممنون از شما که در این هوا زحمت کشیدید و حضور دارید در سالن. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم خواهش میکنم که تلفناتون از جیباتون درارین و همه تلفن‌ها رو روی بی صدا بذارید که وسط صحبت سخنرانی تلفن کسی زنگ نزنه که بخواد مزاحمت ایجاد بشه. این اولین خواهش که این کار رو لطفاً انجام بدید. دومین موردی که میخواستم با شما دوستان در میون بذارم در رابطه با بخشی هستش که نوبت به شما عزیزان داده خواهد شد تا طرح سوال بکنید یا اظهار نظر داشته باشید. بستگی به تعداد کسایی که نوبت میگیرن من زمانی رو که میخوام بدم 1 دقیقه آخر رو من با این کاغذ نشون خواهم داد که دوستی که داره صحبت میکنه بتونه صحبتهای خودش رو جمع بندی بکنه که دیگه من وسط صحبتش نگم که 1 دقیقه. در نتیجه دقت به دست منم داشته باشید. از خانم گلرو و آقای نیکفر دعوت میکنم که بیان و ما صحبت‌ها و بحث‌های این دو عزیز رو با هم بشنویم. البته این دو عزیز به هیچ عنوان احتیاج به معرفی ندارم. همه شما با این دو عزیز آشنا هستید، ولی با وجود این طبق روال من یک معرفی کوتاهی از این دو عزیزی که دعوت برگزار کنندگان این برنامه را پذیرفتن و در اینجا حضور دارند رو خدمت شما ارائه میدم. خانم مهدیه گلرو فعال سیاسی و فمینیست، مسئول کمیته سیاسی حجاب همبستگی جمهوری خواهان ایران هستند. آقای محمد رضا نیکفر فیلسوف، پژوهشگر و نویسنده که نامآشنا هستش برای همه ما ایرانیان چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. اگر اجازه بدید من این صحبت رو با خانم گلرو آغاز کنم و عنوان برنامه رو که چرا جمهوری خانم گلرو این رو با شما مطرح میکنم و میکروفون رو در اختیار شما میذارم چون این میکروفون صداش کم یک مقداری بهتر شنیده بشه. دوستان عزیز در نوبت اول 20 دقیقه هر کدوم از دوستان ما فرصت دارن صحبت‌های خودشون رو ارائه بدن. بعد از اون اگر سوالی نسبت به صحبت‌های هم داشته باشم یا من اگر سوالی داشته باشم بعد از اون تنظیم میکنیم که نوبت رو به شما حضار محترم بدیم. یک روبی هم تازه داریم که دوستمون آقا عزت حتما این رو اعلام خواهند کرد، ولی از اونجایی که ما ساعت 7 باید این سالن رو تحویل بدیم به همکاری جدی شما نیاز داریم که بتونیم برنامه رو سر وقت تمام بکنیم. ممنون. من با اجازهتون میکروفون رو در اختیار خانم گلرو قرار میدم. خانم گلرو بفرمایید. مرسی. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیزی که اینجا حضور دارن و ممنون از کسایی که زحمت کشیدن برای اینکه این جلسه رو ترتیب بدن. البته من فکر می‌کنم که من با اون میکروفون هم امکانش رو داشته باشم چون معمولا کسایی که موقع فعال دانشجویی بودن چون عادت کردیم با میکروفون حرف نزنیم همیشه داد زدیم، صدامون خیلی مشکلی نداره، میتونیم با بلند حرف زدن مشکل نبود میکروفون رو حل بکنیم. موضوع این نشست برای من بسیار جالب بود. وقتی که بهم پیشنهاد شد که توی این نشست شرکت بکنم منتظر بودم ببینم که چه عنوانی براش در نظر گرفته شده. چرا گفتمان جمهوری در خدمت تعمیق جنبش زن زندگی آزادی است؟ من میخوام دقیقاً به همین عنوان پاسخ بدم چون با این گزاره کاملا موافق هستم. طبیعتاً این وقتی اینجا هستم برای صحبت کردن و نگاه انتقادی هم ندارم گزاره رو پذیرفتم که این گفتمان جمهوری خواهی هست که میتونه به تعمیق جنبش زن زندگی آزادی کمک بکنه. ولی از چه طریق، چه شباهت‌هایی بین جنبش زن زندگی آزادی، گفتمانش و مفاهیمی که در طی 1 سال اندی گذشته مطرح شده
و مسئله جمهوری خواهی وجود داره. اول قبل از اینکه بخوام بحث رو ببرم به سمت دلایلی که به نظر اینها در یک کانسپت و در یک رده قرار میگیرن، این رو عنوان کنم که ما وقتی که در مورد جمهوری حرف میزنیم فقط و صرفاً به فرم حکومت توجه نمی‌کنیم. میدونم که بیشتر کسانی که اینجا هستن این مسئله رو میدونن، ولی برای اینکه تاکید کرده باشم که ما وقتی در مورد جمهوری حرف میزنیم چیزی است که به جمهوری اسلامی، جمهوری خلق چین و انواع جمهوری هایی که در جهان وجود داره و میدونیم که دیکتاتوری هست اشاره نمی‌کنیم، بلکه به مفهوم جمهوری به معنای جمهور مردم مشارکت داشتن و خصوصیاتی که جلوتر بهش اشاره می‌کنم می‌پردازیم. یکی از خصوصیات جنبش زن زندگی آزادی که گره می‌خوره با جمهوری، با مفهوم جمهوری خواهی، مسئله تبعیض‌زدایی، عدالت سیاسی و حقوق برابر هست. در واقع ما در طی بیشتر سالهایی که بعد از مشروطه تلاش شده برای اینکه به دموکراسی نزدیک بشه ایران، ما مسئله تبعیض‌زدایی رو داشتیم. اما هرگز به اندازه یک سال گذشته با این مفهوم در گفتگوهایی که شکل گرفت مواجه نبودیم. شاید خیلی ها معتقد باشن که در طی یک سال اندی گذشته بیشتر این گفتگوها شبیه دعوا بوده، اما من جزو کسانی هستم که خیلی هم خوشحالم که این دعواها شکل گرفته، به خاطر اینکه تا این دعواها شکل نمی‌گرفت امکان نداشت که از دلش بسیاری از مفاهیم زاده بشه که پیش از این فقط گروهی اقلیتی الیتی در مورد اون صحبت می‌کردن، اما در طی یک سال اومد به فضایی که همه مردم امکان این رو داشته باشن. نه همه مردم، طبیعتاً شبکه‌های اجتماعی جایی نیستش که ما بتونیم ادعا بکنیم که همه مردم درش حضور دارن، ولی تبدیل بشه به یکی از عناوینی که میشد در موردش حرف زد. مسئله جنسیت به یکی از این در واقع عنوانها تبدیل شد. مسئله‌ای که در تمام سالهای گذشته با پدرسالاری که چه سلطنت بود چه ولایت فقیه بود در سایه رفته بود و همیشه این عنوان میشد نسبت به فمینیست‌ها که سکوت کنید، فعلا هنوز مسائل مهمتری وجود داره، چه بعد از انقلاب 57 چه در زمان ملی شدن صنعت نفت همیشه قرار بود که زنان سکوت بکنن چون مسائل مهمتری هم وجود داشت. اما در جنبش زن زندگی آزادی یک بار پس از سالهای سال زنان بعد از اینکه در مشروطه کنار مجانین قرار گرفتن، بعد از اینکه در انقلاب 57 مجبور شدن که برگردن به 1400 سال پیش، تصمیم گرفتن که صدای بلندی داشته باشن و این بار اگر کسی به اونها بگه که نه شعار مردمیهن آبادی از هست، در مقابلش خط علم بکنن و بگن نه این زن زندگی آزادیه که شعار اصلی این جنبشه و بپذیرن که هویت فردی زنان میتونه در اعتراض با حکومت و گروه‌های سیاسی شکل بگیره. این مطالبه‌گری که در جنبش زنان در تمام این سالها وجود داشته پیشتر از قبل خودش نشون داد و این یکی از دستاوردهای مهم جنبش زن زندگی آزادی هست. در کنارش خب اگر که بخوایم بگیم چرا جمهوری در مقابل سلطنت اگر بخوایم تعریفش بکنیم یا نه مفهوم جمهوری رو بخوایم در نظر بگیریم در کنار بسیاری از حکومت‌های پادشاهی مشروطه که در ذات خودشون در ماهیتشون جمهوری هستن و دموکراسی درشون وجود داره، مسئله تبعیض رو ما بهش برمیخوریم. در جنبش زن زندگی آزادی مسئله تبعیض یکی از کلیدی ترین مسائل بود، هم جنسیت، هم مسئله قومیت و اتنیک ها، مرکزگرایی و هم مسئله طبقاتی مطرح شد و در کنارش ما وقتی در مورد سلطنت حرف میزنیم داریم در مورد یک نهادی حرف میزنیم که در ذات خودش این تبعیض رو به واسطه اسپرم برتر یا ژن برتر در خودش نهفته کرده. توی همچین شرایطی ما وقتی داریم در مورد یک جنبشی که تکثرگرا هستش مشخصا اعلام میکنه که زنان، مردان و سایر اقلیت‌های جنسیتی، کسانی که باور به هر مذهبی دارن میخوان فراتر از اون عمل بکنن و میخوان جمهور مردم باشن که امکان رأی دادن و امکان انتخاب داشته باشن. در مقابلش وقتی یک حکومتی تعریف میشه که رژیم پدرسالار هستش، نه جنسیت رو برمیتابه و نه در واقع اون شعار آزادی که بخشی از جنبش زن زندگی آزادی هستش. مسئله تبعیض در سلطنت یکی از مهمترین مسائلی هستش که فکر می‌کنم که بسیاری از جمهوری خواهان به خاطر این باش مسئله دارن، به خاطر اینکه در مقابل قانون یک فرد رو مجزا از سایرین در نظر میگیره، در کنارش یک فردی هستش که فقط به واسطه تولد در یک خانواده از جایگاه الوهی میتونه برخوردار باشه و متفاوت باشه. عدالت سیاسی در شکلی از جمهوری میتونه وجود داشته باشه، در شکل سلطنت نمیتونه این عدالت وجود داشته باشه چون بخش زیادی از شهروندان اصلا امکان این که بتونن
قدرت رو یک روزی اصلا در رویاشون هم به عنوان شخص اول قدرت باشن رو ندارن. البته که تو بذارید کنار جمهوری اسلامی که طبیعتاً جمهوری محسوب نمیشه، فقط به خاطر اینکه یک مرد شیعه امکان رسیدن به قدرت رو داره. نه تنها زنان بلکه مردان سنی، مردان از با مذاهب دیگه هم امکان اینو ندارن که رئیس جمهور باشن یا در واقع صدر هرم قدرت حضور داشته باشن. پس در ذات می‌بینیم که جمهوری اسلامی متضاد با جمهوریت، با ماهیت جمهوریت و همین شباهت رو با نظام سلطنت میتونه داشته باشه. و این بحث تبعیض، عدالت سیاسی و حقوق برابر یکی از مسائلی هستش که هم در جنبش زن زندگی آزادی بسیار بهش پرداخته شد و هم در ماهیت جمهوری‌خواهی خودش رو میتونه نشون بده. مسئله دیگه بحث سیاست مدرنه. ما میدونیم که یکی از انواع حکومت که برمیگرده به دوره روشنگری در اروپا جمهوری خواهی هستش، یعنی در واقع قرارداد اجتماعی، روشنگری و همه اینها بخشی از اون هویتی بوده که شهروند مستقل رو خواسته تعریف بکنه در مقابل با اون رهایی که هرگز برای انسان در نظر گرفته نشده بوده. چه در دوره فئودالی چه بعد از اون همیشه انسان یک برده‌ای در نظر گرفته می‌شده که یک بخشی حتی در اوایل شکل‌گیری دموکراسی در غرب هم همینطور بوده، گروهی که ثروت داشتن امکانی رو داشتن که رأی بدن، یعنی اونها باز برتری رو داشتن. اما در جمهوری که امروز در قرن 21 در موردش حرف می‌زنیم دیگه همه مردم یک کشور، همه شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار باید باشن و امکان این در واقع رأی دادن رو باید داشته باشن و در سیاست بتونن مشارکت بکنن. این به خاطر اینه که جمهوری رو به عنوان اشکال مدرن حکومت میشه در نظر گرفت. البته بماند که ما خب جمهوری روم رو هم داشتیم و دموکراسی یونان رو هم داشتیم، اون رو میذاریم کنار و برمیگردیم به همین سالها بعد از روشنگری بخوایم نگاه کنیم میتونیم این رو در نظر بگیریم. مسئله نفی نهاد مادام العمر در قدرت هستش که تجربهش رو داشتیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی و بسیاری از جمهوری‌های دیگه مثل جمهوری سوریه نمیتونه در این تعریف قرار بگیره به خاطر اینکه همین نهاد که قدرت رو مادام در اختیار داشته باشه تبدیل میشه به فضایی برای که همون تبعیضی که توی بخش اول عرض کردم وجود داشته باشه، عدالت سیاسی وجود نداشته باشه چون همیشه قرار ولی فقیه باشه و در نهایت کسی جای اون رو بگیره، یا شاهی باشه، سلطانی باشه و کسی جای اون رو بگیره. نهاد مادام العمر به طور کلی نفی حقوق شهروندی و برابری هستش. به عنوان مثال برای اینکه ببینید که چقدر شهروندان و مردم در هر دوی این حکومت‌ها، چه سلطنت ولایی چه سلطنت پادشاهی در واقع در نظر گرفته نمیشن. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو من یک قسمتش رو فقط میگم که توی این اصل اشاره میشه به اینکه اسلام و ولی فقیه، ولایت فقیه تغییر ناپذیر است. مشخصا این در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی ولایت فقیه وجود داره و قوانین هم بر اساس اسلام هستش، یعنی جمهور مردم امکان این رو نخواهند داشت در آینده هم تغییری رو در این ایجاد بکنن. در قانون مشروطه هم اصل 36 دقیقاً تاکید میکنه با این جمله که نسل بعد از نسل پادشاهی برقرار خواهد بود، پادشاهی نسل بعد از نسل برقرار خواهد بود، یعنی امکان انتخاب رو اصلا از نسل‌های دیگه میگیره. این شباهتی هستش که بین سلطنت ولایی و سلطنت پادشاهی میشه در نظر گرفت. اما نکته دیگه که در جمهوریت و جنبش زن زندگی آزادی وجود داره مسئله رهایی انسان از مذهب هست. شاید هرگز در طی تاریخ ایران ما اینطور مواجه نشده بودیم با گروهی که بخوان مذهب رو به طور کامل کنار بزنن و در قدرت بخوان اون رو کنار بزنن، در سنت، عرف و فرهنگ بخوان اون رو کنار بزنن و توی همچین شرایطی ما به خاطر اینه که تأکید میشه بر جمهوری سکولار دموکرات، عده‌ای انتقاد میکنن که چرا ما اصلا پسوندی به جمهوری میزنیم، ولی واقعیت اینه که مجبوریم بگیم جمهوری سکولار دموکرات، مجبوریم تأکید بکنیم بر اینکه چقدر این سکولار بودن و دموکرات بودن برامون مهمه، چون چشممون ترسیده از انواع جمهوری‌هایی که تجربه شده در طی این سالها و همین امروز در کشور خودمون با عنوان جمهوری وجود داره. و این در واقع بریدن بند ناف مذهب از قدرت جزو شعارهای جنبش زن زندگی آزادی بود. یکی از اتفاقاتی که در این جنبش بسیار بسیار ارزشمند بود، من به عنوان یک نافرمانی مدنی بسیار رو دوست داشتم، بحث عمامه پرانی بود. عمامه پرانی و سوزاندن روسری‌ها فقط سوزاندن روسری و یا پرت کردن عمامه از سر یک آخوند نبود، بلکه اهمیتی داشت که
که به عنوان نماد در نظر گرفته میشد، مثل دوره رنسانس که بسیاری نسبت به کلیسا همین رفتار رو نشون میدادن برای اینکه بخواد یک بازنگری صورت بگیره. در واقع عمامه پرانی و سوزاندن روسری سوزاندن نمادهای قدرت سیاسی مذهبی در تاریخ ایران بوده در تمام این سالها و نباید اون رو فقط تقلیل داد به اینکه یک روسری سوزانده شده یا یک عمامه ای رو در واقع از سر کسی انداختن. عمامه میتونه نماد این باشه که این جنبش رفت به سمت اینکه بخواد از مذهب رهایی پیدا کنه، رهایی انسان از مذهب، خرافات. و در سوزاندن روسری هم ما این رو داریم که نماد مردسالاری و پدرسالاری مذهبی رو در واقع زنان ایران میسوزوندن و توی این دوگانه باز میرسیم به اینکه در جمهوری سکولار دموکرات ما هم آزادی رو برای همه میخوان که امکان انتخاب پوشش خودشون رو داشته باشن که این دیگه حداقلی ترین امکان هستش برای یک انسان، و هم مسئله بریدن بندناف مذهب از قدرت برای یک بار در ایران که امیدوارم که به زودی اتفاق بیفته. قدرت ملت، مشارکت سیاسی مردم و توزیع قدرت جزو خصوصیاتی هستش که ما در جمهوری میتونیم اون رو در واقع بهش برسیم و در موردش حرف بزنیم. شاید الان فکر کنیم که امکان این وجود نداره که بخوایم خیلی به نظر بیاد که خیلی داریم رویا پردازانه حرف میزنیم، اما به نظر من اشکال هم نداره، میتونیم رویا پردازی کنیم. وقتی که در کابوس زندگی میکنیم، شرایطی که امروز داریم و هر کدوممون در ایران تجربه کردیم، پس به خودمون این اجازه رو بدیم که رویا پردازی هم بکنیم. چرا باید در شرایطی که میدونیم که بعد حکومت قبل از جمهوری اسلامی ممکنه که نه، بله چیزهای خوبی هم داشته در مورد آزادی‌های اجتماعی، در مورد بسیاری از نکاتی که در مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی میشه حتی نسبت به امروز ایران سراغ داشت، اما چیزی که وجود داره اینه که ما خیلی مواجه میشیم با اینکه رویا پردازی نکنیم. ما تهش اینه که بخوایم بین همین دوگانه انتخاب بکنیم، ولی اجازه بدید رویا پردازی بکنیم و فکر بکنیم که نه، راه حل دیگه‌ای هم وجود داره، شکل دیگه‌ای هم میتونه وجود داشته باشه و اون جمهوری سکولار دموکرات. اما چیزی که میتونه ما رو به سمت این ببره که به این میتونه ما رو به این سمت ببره که یک بار امیدوار باشیم به اینکه این تغییر امکان اینو داره که ایجاد بشه. نه در واقع مشروطه پادشاهی مشروطه شد، بعد از انقلاب مشروطه، بعد از پایان حکومت قاجارها ما هرگز پادشاهی مشروطه نداشتیم و نه انقلاب 57 باعث شد که ما به جمهوری برسیم و اون چیزی که رویای بسیاری از انقلابیون بود. پس بهتره که این بار یکم نگران باشیم. من حداقل فکر می‌کنم که باید نگران بود نسبت به آن چیزی که پیش روی ماست. من از عبارت براندازی هرگز استفاده نمی‌کنم، چون فکر می‌کنم که چیزی شبیه براندازی در انقلاب 57 شکل گرفته. براندازی از اینکه تاجی رو برداشتن و عمامه‌ای رو به سر کسی گذاشتن که همونقدر ارتباطی داشت با بالا، همونطوری که پادشاه یه فرق ایزدی داشت و ارتباطی داشت با آسمان ها، این بار ولی فقیه بود که ارتباط داشت با آسمان ها. پس این براندازی بوده که جای عمامه و تاج تغییر کرده با هم دیگه. اما آیا ما برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی هم همین رو میخوایم؟ آیا نگران این هستیم که بعدش چه اتفاقی قراره بیفته؟ قطعا نگران هستیم. همه کسانی که این روزها تلاش میکنن و در تمام این 4 دهه تلاش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو به شکلی یک روزی فکر می‌کردیم که میشه اصلاحش کرد، یک روز فکر می‌کردیم با انتخابات کاری میشه کرد، یک روز تحسن، یک روز تجمع، همه تجربیاتی که در طی این سالها مردم ایران و هر یک از ما سرگذروندیم ما رو رسونده به اینجایی که جنبش زن زندگی آزادی به یک نقطه پایانی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. این رو خود جمهوری اسلامی هم میدونه و امیدی هستش که در طی این 1 سال و چند ماه در دل مردم شکل گرفته. یعنی میشه گفتش که ایران و گفتمان سیاسی در ایران پیش از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی با فردای اون کاملا متفاوته. اینو بر اساس همه این 1 سال و چند ماهی که مردم در خیابان‌ها به هر بهانه‌ای تجمع کردن، تمام کسانی که همین الان هم همچنان دارن نافرمانی مدنی میکنن، این رو میشه دید. به هر حال یک برتری نسبت به ایده‌های سنتی وجود داره، اونم اینه که یک نوستالژی وجود داره و یک خاطره وجود داره در موردشون. یک رویکرد هگلی هستش که در واقع بحث بر سر اینه که برای اینکه یک ایده رو باید عملی بکنیم، اول باید اون ایده در اذهان شکل بگیره و بعد اون ایده تبدیل به عمل میشه.
عده‌ای معتقدن که خب جمهوری رو باید اول همین کارو کرد، یعنی اول باید ایده ها رو رفت سراغش و اون ایده ها رو اینقدر جا انداخت که بعد خودش تبدیل بشه به جمهوری. ولی یک نگاه مارکسی هم وجود داره که این نگاه اینطوریه که خب یک زیربنای مادی باید وجود داشته باشه برای اینکه بشه تغییری رو ایجاد کرد و اون زیربنا میتونه در یک همچین شرایطی به ذهن من برداشته از همین جمله میتونه نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی، نهادهایی که میتونن نافرمانی مدنی بکنن، NGO ها و همه اینها باشه. در مورد شرایط امروز ایران به نظرم هر دو رو باید همزمان پیش برد. یعنی ما نمیتونیم بگیم که باید فعلا دست نگه داریم، فقط تلاش کنیم که ایده مخالفت با اعدام، ایده دموکراسی، ایده جمهوریت و ایده آزادی و حقوق بشر در اذهان شکل بگیره، بعد این اتفاق در ایران خواهد افتاد. این به نظرم امکان پذیر نیستش. دلیل هم عرض میکنم خدمتتون، چون در بقیه کشورها هم این اتفاق نیفتاده. یعنی برای اینکه مخالفت با در واقع حکم اعدام لغو بشه در کشورها، به این شکل نبوده که بیان رأی‌گیری بکنن ببینن همه مردم یا اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که خب حالا لغو اعدام داشته باشیم بعد اعدام رو لغو بکنیم. نه، قرارداد اجتماعی بر این مبنا شده که حق حیات به رسمیت شناخته بشه و دیگه اعدام وجود نداشته باشه. این ایده که خب الان مردم ایران باید وایسیم که همه آماده دموکراسی باشن، همه آماده حقوق بشر، مخالفت با اعدام، برابری جنسیتی، بعد بریم سراغ اینکه جمهوری اسلامی سقوط بکنه، به نظر محافظه‌کارانه است و امکان پذیر نیست و بیشتر از سر استیصال اینه که خب توی همچین شرایطی با همه این بحث‌ها و درگیری‌هایی که در فضاهای مجازی و حقیقی وجود داره، این امکان وجود داره که ایران به دموکراسی برسه یا نه. در مورد بنیان‌های مادی هم همینطوره. ما بله انجمن‌های صنفی رو داشتیم، یک روزی انجمن اسلامی دانشجویان، بعد انجمن‌های صنفی رو داشتیم در دانشگاه‌ها. سندیکاها به اون شکل نه، ولی به هر حال گروه‌های کارگری و معلمان در تلاش هستن و این اون زیربنایی هستش که داره سعی می‌کنه فضا رو برای اینکه بخواد به سمت پذیرفتن دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی بشه ببره. به خاطر همین هر دوی اینها رو کنار همدیگه هم می‌بینن برای اینکه بخواد مفهوم جمهوری خواهی رو در ایران در واقع به پیش ببره. در نهایت بحث اینجوری تموم میکنم که معتقدم جمهوری خواهی ارتباط نزدیکی با جنبش زن زندگی آزادی داره به دلایلی که گفتم، به خاطر همه خصوصیاتی که در ماهیت جمهوری وجود داره و در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم، تکثری که در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم و تلاش برای رهایی که دیدیم میتونه در جمهوری خواهی وجود داشته باشه. اما خب طبیعتاً هم میتونه این خطر وجود داشته باشه که آیا این جمهوری قراره که شبیه جمهوری اسلامی یا هر یک از جمهوری‌های استبدادی یا دیکتاتوری بشه؟ بله، این خطر قطعاً وجود داره. هیچ ضمانتی وجود نداره، تاریخ و آینده رو نمیشه ضمانت کرد که چه اتفاقی ممکنه بیفته. اما همونطور که توی یکم مصاحبه‌ها چرچیل میگه که دموکراسی مشکلات زیادی داره ولی فعلا میز بهترین چیزی که داریم دموکراسیه. دموکراسی کامل نیست اما بهترین نوعی که الان وجود داره برای حکمرانی دموکراسی. من فکر می‌کنم که الان بله میتونیم بگیم که جمهوری بسیار مشکلاتی رو میتونه در آینده داشته باشه. آیا میتونه به مسیر دموکراسی و برابری برسه یا نرسه یا دوباره استحاله بشه در شکل دیگه‌ای از استبداد؟ اما گزینه‌ای که نزدیکتر می‌بینم به این که بخواد تبعیض درش وجود نداشته باشه، عدالت، برابری، مسئله ملی و حقوق شهروندی درش وجود داشته باشه رو همچنان جمهوری می‌بینم. مرسی. ممنون خانم گلبرگ. آقای نیکفر، چرا گفتمان جمهوری در خدمت تعمیق جنبش زن زندگی آزادی است؟ بله، به این پرسش خانم گلرو پاسخ مثبت داره. من هم به طور کلی پاسخ مثبت بدم به این پرسش. ولی پرسش من یک جوری دیگه این پرسش رو خوندم، در نتیجه شما رو یک جای دیگه خواهم بود و اینطوری من این جمله رو خوندم: آیا این جمهوری خواهانی که الان داریم واقعا در خدمت این جمهوری خواهی که داریم آیا در خدمت جنبش زن زندگی آزادی بوده؟ آیا کمکی کرده؟ که من میگم نکرد.
در نتیجه من وارد یک گفتار انتقادی میشم. در این جلسه بیشتر من به صورت انتقادی صحبت خواهم کرد. هفته دیگه یک جلسه در کل خواهد بود، شاخه از جمهوری خواهان، در اونجا بچه اثباتی صحبتم میخواهم کرد. یاد داشتی که من برای این صحبت تهیه کردم این کار طولانیه و در 20 دقیقه من نمیتونم بیانش کنم. بعدا این رو چاپ میکنم، یک کمی از اولش رو بیان میکنم، بعد قسمت وسط رو که بحث تاریخی هست میگذرم و بعد میرم سراغ آنچه که به امروز مربوطه. ولی اول خلاصش رو بیان میکنم که معلوم بشه سر و تهش چیه. در این گفتار تاکید میشه که اگر جمهوری رو ما فقط یک فرم بدونیم، یک فرم حکومتی بدونیم، چه از زاویه چپ چه از زاویه راست، گرایش راست، دچار مشکل میشه. از زاویه چپ میگیم خب فرم که مهم نیست دیگه، اصل کار محتواست. به این ترتیب ممکنه اصلا بهایی ندیم به بحث جمهوری یا ایده جمهوری. از زاویه گرایش راست هم میگیم که اگر گرایش به راست داشته باشیم میگیم فرم که مهم نیست، پس با این سلطنت هم ما میتونیم کنار بیاریم، حداقل ائتلاف کنیم. یعنی اگر ما بمونیم سر فرم دچار این مشکل میشیم و این مشکلی است که الان داریم. نکته اصلی در این گفتار لزوم پیشبرد یک پروژه رهایی است و رهایی از امر وحشتزا که در ذات استبداد ایرانی است و رفتن به سوی یک زندگی بدون وحشت. ایده جمهوری وقتی بیانی از این پروژه رهایی میشه که ممتنع کنه امکان بروز امکان امر وحشتزا. برگردیم به سوال، این خلاصه کلام که آیا چرا گفتمان جمهوری در خدمت تعمیق جنبش زن زندگی آزادی است؟ اول من مشکلی دارم با این لفظ گفتمان. اگر منظور از گفتمان شبکه‌ای از گزاره‌ها و مفهوم‌ها یعنی دیسکورس باشه که شکل میده ذهن ما رو و جهتیابی ما رو در این جهان پیچیده تعیین میکنه، جمهوری خواهی در حد گفتمان نرسیده در ذهن. بنابراین یک مفهوم سیاسی هست، یعنی ما از گفتمان نمیتونیم صحبت کنیم. به لحاظ تاریخی فکر جمهوری خواهی از همون زمان مشروطیت شروع میشه. متن‌های اولیه رو که بخونیم که اولین بار مفهوم کنستیتوسیون به میون میاد، کاملا به این قرائت نزدیکه که منظور از کسی که این رو وارد کرد جمهوری هست، نه سلطنت. به هر حال از همون موقع مسئله جمهوری در همون دوره انقلاب و مشروطیت مطرح میشه و فراز و نشیب‌هایی تا برسیم به امروز. مشخصه این تاریخ جمهوری خواهی در ایران این هست که یه دونه متن مرجع تا حالا تولید نکرده. یعنی یه متنی که بگیم آقا منظور ما از این جمهوری خواهی چی هست، بگیم که برید این کتاب رو بخونیم،
مایه ننگه، ما این متن رو نداریم. یعنی این مراحل مختلف جمهوری خواهی که ما داشتیم اینا به هم پیوسته نشدن، از هم یاد نگرفتن، روی هم دیگه سوار نشدن و یه سنت ایجاد نشد که معلوم باشه که وقتی از جمهوری خواهی صحبت میکنیم منظور کیه، کدوم سنت. نقد سلطنت داریم ها، ولی نقد سلطنت همواره نقد اصل استبداد نیست. نقد وابستگی هست، نقد فساد هست، نقد سرکوبگری، استبداد در شکل سرکوبگریش هست، ولی به عمق مسئله نرفته. شاید تنها متنی که بتونیم بگیم که به یک مقدار جامعیت میرسه متنی است از علی اکبر دهخدا به اسم ذات سلطنت چیست که این در مجله سور اسرافیل چاپ شده که متنی به این دقت، به این کیفیت به نظر من تا کنون نداره و جالب اینجاست که من تا جایی که دیدم به این متن زیاد استناد نمیشه و این متن رو زیاد نمیشید. به هر حال ما وارد این قسمت تاریخی رو دیگه من میگذارم که شرح دادم که چی گذشت و میرسیم به انقلاب. ما وارد انقلاب که میشیم، انقلاب ضد سلطنتی، فکر کنید انقلاب ضد سلطنتی، ولی ما ایده‌ای از جمهوری نداریم. یک متن شما نمیتونید ارائه کنید بگید که این متنی بود که ایده جمهوری در جریان این انقلاب سلطنتی ضد سلطنتی بیان شد. هیچی نداریم. بعد میرسیم به انقلاب صورت میگیره، مواجه میشیم با مسئله جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. باز ما با اتکا بر یک ایده جمهوری در مقابل جمهوری اسلامی و قانون اساسیش و ولایت فقیه قرار نمیگیریم. نگاه کنید به متن‌های اون دوران، متن کوچیکی پراکنده‌ای دیده میشه البته که نزدیک شدن به هدف بزنن، ولی جالب اینجاست که از نویسندگان مشهور نیستن. مثلا در روزنامه آیندگان چند تا متن میتونید ببینید و از سران این فعالهای سیاسی از جبهه ملی بگیریم تا چپ ما چند متن رو پیدا نمی‌کنیم. رأی‌گیری 12 فروردین که صورت میگیره، به جای اینکه جبهه صورت بگیره که ما جمهوری میخوایم، بایکوت میشه مثلا از طرف فداییان که ما شرکت نمی کنیم چون نمیدونیم مضمون این جمهوری اسلامی چی هست. مجاهده که رأی میدن. یعنی این وضعیت ماست. یعنی ما با این وضعیت مواجه شدیم بدون که ادراکی از مفهوم جمهوری داشته باشیم و بتونیم یک آلترناتیو بیان کنیم. تنها نیرویی که به گمان ما یک کمی نزدیک میشه به این مسئله جبهه دموکراتیک ملی ایران، شکرالله پاکیزاد و دیگر هستن که اینا میفهمن و میرن نزدیک اون میشه. چرا چپ نمیتونست و نرفت به این سراغش؟
چپ که میگن همشون منطقشون مشترکه، از حزب توده بگیر تا پیکار تا راهکار، یعنی یه منطق مشترک داره. دو مرحله دیدن انقلاب، یعنی یک مرحله انقلاب دموکراتیک داریم، مهم نیست بورژوایی هست، و اصل کار مرحله انقلاب در واقع اصل کار سوسیالیسم، یعنی خود به خود ایده برای جمهوری وجود نداره. و بعد اون سنتی که چپ‌های ایران باش کار می‌کردن، سنت چه در سنت روسیه کلمه، چه بعداً چینی در قاموسش مفهوم جمهوری پروریده نشد و ما مفهوم نداشتیم دوستان، مفهوم ایده نداشتیم برای مقابله با این مسئله. تا اون ضربات وارد شد، ضربات دهه 60 رو به خاطر دارید، خیلی هاتون که اینجا نشستید. بعد میبینیم که اعدام ها، فروپاشی سازمان ها و تبعید. از دهه 1370 ما مفهوم حقوق بشر رو کشف کردیم. قبل از این مفهوم حقوق بشر کاربرد زیادی نداره. یعنی به این توجه بکنید که زیاد این مفهوم بین ما رایج نیست. برید اسناد سازمان ها رو نگاه کنید. فقط در برخورد با نهادهای بین‌المللی هست که از این مفهوم عده‌ای از فعالان استفاده می‌کنند. ولی از دهه 1370 این یواش یواش میاد توی قاموس ما حقوق بشر. در حالتی که ما رفتیم در نقش قربانی، یعنی ما دیگه سوژه اکتیو نیستیم، سوژه فعال نیستیم، سوژه قربانی هستیم. قربانی سوژه قربانی این رو کشف. در همین دهه مفهوم سکولاریسم رو کشف می‌کنیم و فراموش نکنید مفهوم سکولاریسم رو کشف ما سکولارها نبود. یعنی بحث سکولاریسم از سکولارها شروع نشد. بحث سکولاریسم از رفرمیست های مذهبی شد و بعد گرفته شد. من از این نظر اینو با قاطعیت میگم چون از شروعش در جریان این مسئله بودم و اولین چیزی که نوشتم جز اولین نوشته های بلند در مورد سکولاریسم من به درخواست مجله مدرسه نوشتم. این مجله‌ای که بعدها به این رفرمیست‌ها تعلق داشت، مذهبی ها. در همین دهه 1370 ما دوره سقوط بلوک شوروی رو هستیم و مفهومی که از جنبش‌های ضد اقتدار در بلوک شوروی آمد، جامعه مدنی. و این مفهوم جامعه مدنی هم توجه کنید که باز ما سکولارها به کار نبستیم. ابتدا رفرمیست‌های مذهبی این مفهوم رو به کار بستن و اونم در یک معنای ویژه‌ای هم به کار بستن. و درست در همین دوران هست که این بحث‌ها در سطح جهان مطرح میشه که پایان تاریخ رسیده. فوکویاما مطرح میکنه که دیگه عصر لیبرالیسمه و دیگه با این پایان تاریخی و لیبرالیسم آخرین چیزی است که آخرین حرف تاریخ. یک چنین فضایی بود در جهان وجود داشت و ریزش سازمان‌های چپ بود. عده‌ای که از
این سازمان ها جدا شده بوده است، برخیشون این اندیشه ها رو گرفتن و جریان جمهوری خواهی شد. یعنی حرکت در چنین فضا، من نمیگم که هر کس اونجا بود یا این منشورها رو امضا کرد اینطوری فکر میکرد، نه، ولی فضایی که جمهوری خواهی در ایران به صورت تشکل و به صورت این عنوان صورت گرفت، یک فضای انفعال بود. جمهوری خواهی، منشورها رو بخونید، مجموعی از نیات خیلی هست بدون یک خط قاطع رزمنده که یک سوژه فعال ایجاد کنه. و این مشکل سر جاش مونده، یعنی هنوز فضای انفعالی وجود داره، هنوز اون سازمان‌های چپی که سر جاش هست موندن کاری با مفهوم جمهوری خواهی و ایده جمهوری ندارن. نمیگن ما مخالفیم، میگن ما جمهوری میخوایم، جمهوری شورایی یا دموکراتیک، ولی روی این ایده کار نمیکنن. و در بخش جمهوری خواهان ما فاقد یک در واقع رپوبلیکانیسم رزمنده نمی‌بینیم. برعکس شاهد بودیم که اینها به سمت راست خودشون رو باز کردن و فراموش نکنیم که رضا پهلوی رو بخشی از جمهوری خواهان زانون فیش کردن به قول آلمانی، وگرنه در انزوا بود، در تعطیلات به سر بود و رفتن و متحد بشیم بر اساس دموکراسی و فلان اینا. بعد از ترامپ بود که این هایپر اکتیو شد، ولی با وجود این عده‌ای که خودشون رو جمهوری خواه می‌دونن همچنان با این نشست برخاست کردن. این بیمایگی در واقع مفهوم جمهوری خواهی رو که پرورده شده وجود داره. این بیمایگی به چه خاطره؟ به این خاطره که این مفهوم جمهوری خواهی در نزد ما از نقد جدی استبداد بیرون نیامد. یعنی ما میبایست درگیر میشدیم با مسئله استبداد و از طریق این درگیری که با مفهوم استبداد داشتیم مشکل رو حل می‌کردیم. یعنی ما میبایست به سنتمون میبردیم. به چی میبایست توجه؟ من از مجموعه این سنت فقط به یک چیز اشاره میکنم: امر وحشتناک. یعنی ذات استبداد ایرانی فقط دیسپوتیسم یا یک اقتدار یا خود محوری یک سلطانی نیست، وحشت‌زاست. یعنی سمبل استبداد ایرانی اون چیگین‌های دربار صفویه است که با اشاره سلطان آدم می‌خوردن، یعنی زنده آدم می‌خوردن. وجود میرغضب بود در همه دربار. این سیرت حکمرانی ایران شهری، آنچه که بهش میگیم ایران شهری چیزی جز حکمرانی امر وحشتناک است. میرغضب بعدا دارای انتظام میشه. ملکم خان در اون رساله غیبیه‌اش یا رساله تنظیماتش میگه که ما
در واقع قدرت مطلقه شاه میخوایم به علاوه تنظیمات. یعنی این اتفاقی افتاد که با آمدن پهلوی، یعنی قدرت مطلقه به علاوه تنظیم و بعد این هم عوض شد. یعنی پروژه رهایی که صحبت میکنیم این هست که چه کنیم که امر وحشت‌زا تکرار نشه و جنبش زن زندگی آزادی شروعش با یک مقابله با یک امر وحشت‌زا. این نقطه‌ای هست که میبایست گرفته بشه و پی گرفته بشه و متاسفانه دیگه فرصت نیست که ادامه بدم، ولی بمونیم سر این مسئله. پروژه رهایی، پروژه منتفی کردن امر وحشت‌زاست و جمهوری خواهی ایرانی میبایست پیش از هر چیز بیان این پروژه رهایی باشه. ممنون از توجهتون. آقای نیکفر عزیز، از اونجایی که وقت شما برای ادامه صحبتتون متاسفانه تموم شد، من با طرح یک سوال به شما این فرصت رو میدم که این مسئله وحشت‌زدایی رو بیشتر بخواید توضیح بدید. شما در نوشته خودتون از رهایی صحبت کردید. منظورتون از رهایی و همین پروژه وحشت‌زدایی چیه؟ آیا لطف کنید این رو بیشتر توضیح بدید اگر ممکن باشه. خب آزادی رو مرسوم شده که به دو نوع میدونن. یه نوع سوم هم هست که مرکز تولدش همون شهری هست که ما درش هستیم. آزادی داریم در مفهوم منفی کلمه، یعنی آزادی از چیز، رهایی از استبداد، رهایی از استیلا، رهایی از استثمار. به اینا میگیم مفهوم منفی آزادی یا مفهوم سلبی آزادی. یه جا هست که آزادی در مفهوم مثبت کلمه هست، آزادی برای چیز. اون رها میشه، این میره به سمت چیز. و یک مفهوم سوم وجود داره که گفتم که دادگاهش همین شهر فرانکفورت هست، اکسل هونت مطرح کرده. مفهوم سوم آزادی به معنی همبستگی، آزادی اجتماعی، یعنی آزادی که ما میتونیم در حضور یکدیگه، در مشارکت با یکدیگه، در همیاری پیدا کنیم و این آزادی فراتر میره از آزادی فرد. ولی به هر حال مقدم و پایه برای ما آزادی از ما. این آزادی از باید به شکل مشخص در اون آن چیزی که این تاریخ ایران شهری رو تاریخ وحشت کرده، اون امر وحشت‌زاست که در پویشی که در قدرت وجود داره ایجاد میشه. این رو ما میبینیم، حتی وقتی که قانون هم وجود داره میبرن بالای تپه‌های اوین اعدام میکنن. این قتل‌های زنجیره‌ای، اتوبوس انداختن، مجموعه ما همه جا مدام تکرار این امر وحشت‌زا رو میبینیم و این درجه بالاتری از استبداده، یعنی یک دینامیزمی وجود داره در این استبداد که ما باید اینو آنالیز بکنیم که این چرا، چه چیزی وجود داره که این قدرت از کنترل خارج میشه. پروژه رهایی
به معنی این هست که کاری کنیم که امر وحشت را بروز نکنیم. این به معنی اعمال کنترل کامل بر روی قدرتی و این با ایده جمهوری ممکن میشه. ولی این که چگونه این کار رو پیش ببریم این خیلی مهمه. ولی تا همینجا اگر در نظر بگیریم تکلیف روشن میشه که ما باید چه مسیری رو بریم. ما نمیتونیم به سوی یک قانون اساسی بریم یا به سمت ائتلاف با نیروهایی بریم که درش یک عنصری وجود داره که از حوزه فیزیک وارد حوزه متافیزیک میشه و غیر قابل کنترل میشه و این درست از اون حول اون امر وحشت‌زا، حالا شاه باشه، ولی فقیه باشه، پلیتبورو باشه یا هر چیزی که از کنترل خارج باشه. ایده جمهوری اساساً به این معنی است. خانم گلجو، این حتما آقای نکبت در مورد متن جامع حالا به روشنفکران مشروطه هم اشاره کردید شما، اینکه در دوره مشروطه در سالهای اول در واقع کسانی که برمیگشتن شروع میکنن به نوشتن متن‌هایی که در نهایت منجر میشه به مشروطه. اما این متن‌های اولیه متن‌هایی بوده که خیلی رادیکال‌تر از اون چیزی بوده که بعدها تبدیل میشه در واقع یک خودسانسوری شروع میشه در روشنفکران مشروطه. در متن‌های اولیه کسانی که می اومدن از کشورهای دیگه و می‌خواستن برن به سراغ ایجاد سلطنت مشروطه، بحثی از حضور آخوندها در یک مجلسی و نوشتن قوانین بر اساس اسلام نبوده. اما متن اولیه که نوشته میشه به شدت مورد انتقاد قرار میگیره و در واقع خیلی هم میگن که نه الان جامعه آمادگیشو نداره و حالا وارد اون بحث نمیخوام بشن. ولی مسئله اینه که به مرور خود حتی ملکون خان و بقیه میرن به سمت اینکه یه دفعه تغییری میکنه متن‌هایی که مینویسن به این سمت که خب پس میشه شریعت رو با دموکراسی اصلا یه دفعه موضوع عوض میشه. میگن که میتونیم اینا رو با هم دیگه داشته باشیم، مجلس میتونه درش معمولین باشن و مسائل دیگه. عرض کنم که این متن‌ها میتونه اتفاقا یه آدرس غلط بده گاهی. یعنی اگر یک متن بگیم اون متن مرجعی وجود داره که در مشروطه هم وجود داشته یا در سالهای بعدش هم وجود داشته، اولا که ممکنه که به دلیل آن چیزی که درست نیست، یعنی مسئله مذهب که قرار بوده اون موقع حذف بشه یا حداقل شکلش تغییر بکنه، ولی به خاطر اون هژمونی که تو جامعه وجود داره میره به اون سمت. یعنی متنه بر اساس اون چیزی که میخوان شکل نمیگیره، بر اساس اون چیزی که جامعه میخواد شکل میگیره. این یه خطر در مورد متن مرجع. و نکته دیگه هم که وجود داره اینه که حالا اون متن مرجع نوشته بشه، اگر اون متن مرجع مشکلی درش وجود داشته باشه در نظریه پردازش و هژمونی ایجاد بکنه، اون وقت دیگه انقلاب میره فقط، یعنی حالا اون حرکت جنبشی میره فقط توی همون تونلی که اون متن داره در نظر میگیره. این میتونه خودش هم خطرناک باشه، چون توی بسیاری از انقلاب‌هایی که توی دنیا شکل گرفته به ویژه انقلاب‌های کمونیستی این متن مرجع‌ها بوده دیگه. حالا نه فقط انقلاب‌های کمونیستی، خود لیبی، رهبر لیبی هم کتابی داشت به کتاب سبز، یک کسی دیگه کتاب، اونها هم متن مرجع بوده ولی خطرناک بودن. در مورد این خطرش شما فکر می‌کنید اینو چطور میشه مواظب بود این خطر وجود نداشته باشه؟ خب این بحث اون قسمت خطرش رو یک موضوع دیگه است. اون اشاره تاریخیتون یک موضوع دیگه است. یعنی دو تا موضوع به هم ترکیب شدن. ما در آلمانی دو تا لغت داریم که در فارسی ما این دو تا لغت رو نداریم، ولی در آلمانی این دو تا لغت خیلی مهمه. یکی فرفاسون داریم، یکی گرونگزیتس داریم. فرفاسون یعنی کنستیتوسیون، یعنی سرشت. حال یک مریض رو هم، حال یک انسان رو چه علاوه بیماری چه سلامتی میگیم در چه فرفاسونی هست، یعنی وضعش چجوریه.
وقتی که این فرفاسون، یعنی این سرشت، این سامان به صورت کد در بیاد، میشه قانون اساسی، میشه گرونگزیت. واقعیت اینه که ما قبل از انقلاب کنستیتوسیون داریم، قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی یه فرفاسون داره. این فرفاسون رو کجا میشه دید؟ شما فقط برید سعدی رو بخونید در سیرت پادشاهان. خواجه نظام الملک رو بخونید، انواع حتی این مدیحه ها رو بخونید. ما از دل اینا میتونیم در واقع این کنستیتوسیون رو در بیاریم که بر ما چه کنستیتوسیونی حاکم بود. بحث مشروطیت که شروع میشه خیلی عمیق این کنستیتوسیون ویژه مورد انتقاد قرار نمیگیره. یعنی مثلا در کتاب یک کلمه میگه که ما فقط یک کلمه میتونه ما رو نجات بده، اونم قانونه، ولی باز میگه که البته روح اسلام، یعنی یک روح اسلام اینا رو به هم پیوند. یا اینکه در مرکوب خان بود، یا که بعدا در متمم قانون اساسی اون فضاحت که دیدیم که خانم بودی بهش اشاره کرد. موضوع اینه که ما دارای گرونگزیت میشیم ولی فرفاسون ادامه پیدا میکنه و تا امروز ادامه پیدا کرده. یعنی دعوای مشکل اصلی ما فرفاسونه و این فرفاسون میبایست عمیقاً مورد انتقاد قرار بگیره و این چیزی هست که کار نشده. ولی این که آیا خطر وجود داره تا زمانی که، یعنی قسمت دوم تا زمانی که ما درگیر نشیم با کنستیتوسیون، این خطر هم داره وجود داره. کنستیتوسیون درگیر شدن یعنی سامان این مملکت باید عوض بشه. سامان پدرسالارانه، نظم کار، نظم فرماندهی از مدرسه بگیر تا بالا و مسئله بازنمایی، یعنی فقط مردم حق دارن خودشون رو بازنمایی کنن. هیچ قدرت دیگه‌ای که بخواد بازنمایی کنه خارج از کنترل، خارج از قانون و فراتر از یک مهلت مقرر برای کار مقرر از توش امر وحشت رو بیرون می‌کنه. خانم گلرو، آقای نیکفر در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی اشاره کردن که این جنبش یک اشاره داشت، یک تلنگری بود به وحشت زدایی. شما راجع به این مسئله فکر می‌کنید؟ من با این ایده موافق هستم و به طور کلی یکی از ابزارهایی که حکومت‌ها میتونن استفاده کنن برای اینکه مردم رو از اینکه بخوان به دنبال رهاییشون باشن یا تغییر ایجاد بکنن همین ایجاد وحشته. و این ایجاد وحشت فقط با چیزهای عینی و عملی مثل حتما بازداشت کردن و کشتن نیست که این کار جمهوری اسلامی داره میکنه و بسیاری از حکومت‌های دیکتاتوری دیگه هم انجام دادن. اساساً این ایجاد این تصور که شرایط تو همیشه در حال بدتر شدن خواهد بود. اگر که من به عنوان حکومت نباشم، هر چیزی که بعد از من اتفاق بیفته قرار وحشتزا باشه. اگر پیوند زدن حکومت در واقع ماهیت جمهوری اسلامی با تمامیت ارضی، اگر من نباشم قرار همه در کشور با هم دیگه بجنگن. این خودش ایجاد وحشت میکنه برای کسانی که میگن خب پس طرق تغییر نریم، همینی که هستش الان فعلا اوکیه.
یا اینکه من اگه نباشم حتما جنگ اتفاق میفته، میان نفت رو میبرن و خود این ایجاد وحشت میکنه. اگر من نباشم قرار که بیان دین شما رو ببرن، قراره کسایی بیان که روسری شما رو بکشن و اثرتون بکشن، این باز ایجاد وحشت در مذهبی ها میکنه و جهان و دیگه از کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه و سوریه‌ای شدن یکی از ایده های جدی بوده که تو این سالها مطرح شده، این خودش ایجاد وحشت کردنه و در جنبش زن زندگی آزادی خیلی از اینا رو دیدیم که نقش براق شد. یعنی در طی این 1 سال خورده‌ای وقتی شعارهایی داده میشد با اینکه ما هنوز خیلی فاصله داریم با اینکه مسئله مرکزگرایی و در واقع این شرایطی که در ایران وجود داره بر اساس شهرهای مختلف و اتنیک‌های مختلف تغییر بکنه، خیلی فاصله داریم قطعا، اما به مسئله تبدیل شد. پیش از این اصلا مسئله نبود، یعنی اصلا کسی انگار که در مورد این نمیخواست حرف بزنه و فکر بکنه به اینکه خب حالا چطور میشه با کسای دیگه‌ای که در شهرهای مرزی زندگی میکنن ارتباط داشت، اونا اصلا چطور دارن زندگی میکنن. و البته بحث شبکه‌های اجتماعی کمک کرد، اما این در واقع کمک کرد این جنبش به اینکه این بخواد این وحشت زدایی اتفاق بیفته. هنوز مسیر زیادی در پیش هست، اما بسیاری از ایده هایی که جمهوری اسلامی داشت برای اینکه بخواد مردم رو دچار وحشت بکنه، به نظر من هم توی این 1 سال درش تغییرات اساسی شکل گرفت. ممنون. آقای نیکبر، شما در نوشته‌ای که دستتون هم هست اشاره به جمهوری شهروندی داشتید تا اونجایی که من نگاه کردم. منظورتون از جمهوری شهروندی چیه و چه تمایزی با جمهوری مسلحی داره که ما هم میشناسیم؟ بله، توی ادبیات معمولا با دو جمهوری ریاستی برخورد میکنیم و جمهوری پارلمانی. جمهوری ریاستی که در آمریکا متولد میشه در واقع یک شاه است برای یک مدت 4 سال. در فرانسه هم به نوعی، یعنی در واقع یک جور حسرت مناشی در این کشورها وجود دارد. در آلمان هم اینطوری میشه، یعنی ریاستی میشه. در آلمان هم این حالت میده. خیلی برای ما آموزنده است بحث در واقع نویسندگان قانون اساسی این آلمان. اینا در بررسیشون میگن که ما هیچ مقامی نباید وجود داشته باشه در این کشور که حقانیت یا مشروعیت یا به آلمانی بگیم لگیتیماسیون خودش رو مستقیما از مردم بکنه و در رأس قرار بگیریم، چون این بهش یک اقتداری میده که این اقتدار ممکنه باعث دیکتاتوری بشه. در آلمان اگر توجه بکنید همواره جمع انتخاب میکنن و اون جمع هست که یه فرد رو به عنوان رئیس در واقع انتخاب. این دست تاریخی بزرگی است و این درس رو ما باید بگیریم و به صورت رادیکال پیاده‌اش کنیم. اینکه ما هیچ فرد یا یک کمیته برای وظیفه عمومی یا برای یک مهلت نامشخص نمیتونه، اجازه نداره که بازنمایی کنه. این گام اولی که ما وقتی به فرم جمهوری میاندیشیم باید در نظر بگیریم. و این جمهوری وقتی بهش میگیم جمهوری شهروندی که به پارلمانتاریزم هر 4 سال یک بار بیایید رأی بدید بسنده نکنید، چون این به زودی یک الیتی میاد که فقط در اونا دست به دست می‌زنه. یعنی ما مجموعی از کمیته ها و شوراهای خودگردان لازم داریم که از مدرسه بگیریم
تا سطح عموم کشوری این وظیفه نمایندگی و امور رو پیش ببره. این در ادبیات بهش میگن سیویک ریفورم، یعنی جمهوری شهروندی. توضیح بیشترش واقعا خیلی وقتی هست. من نوشتم در این مورد و باز خواهم نوشت. من خانم گلرو آخرین سوال رو از شما بکنیم، بعد یک پازه به دوستان بدیم، بعد نوبت رو در اختیار دوستان بذاریم که سوالاتشون رو با شما مطرح بکنن. آیا جنبش زن زندگی آزادی تونسته رویکرد جمهوری خواهی داشته باشه؟ من تو بخش اول عرایزم هم سعی کردم که بخش‌های مشترک بین جنبش زن زندگی آزادی، یعنی خصوصیات مشترک جنبش زن زندگی آزادی و جمهوری خواهی رو عنوان بکنم. بله، من فکر میکنم مسئله ضد تبعیض بودن، مسئله عدالت، مسئله برابری جنسیتی، تکثرگرایی، توجه بیشتر به پیرامون، نه به مرکزگرایی، اینها همه جزو خصوصیاتی هستش که در یک جمهوری به سراغش میریم و در جنبش زن زندگی آزادی هم در واقع وجود داشت. دوستان عزیز، 15 دقیقه ما پازه یا وقت استراحت میدیم. چای و نوشیدنی هست. ولی اگر میخواید وقت بیشتر به خودتون تعلق بگیره، سر یک رو اینجا سر جاهاتون حاضر باشید، وگرنه وقت کم میارید.